در مرکز قصبه حدود 41 نفر کارمند حاضر داریم که 36 نفر طبقه ذکور، 5 نفر طبقه اناث می باشه. دیگه از ساعت 8 صبح الا 4 بعد از ظهر به شمول 1 ساعت وقفه برای ادای نماز و نان خوردن اینا، اما دو بخش جداگانه طبقه اناث و ذکور خدمات ارائه میکنیم. مرکز قصبه با این تعداد کارمندی که فعال موجود است میتونم حدود 500 نفر مراجعین اینا در دو بخش که همزمان بخش توزیع تذکره برش توزیع کنیم و بایومتریک و ثبت نام بکنیم برش ظرفیت داره. در مرکز قصبه بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی حدود 52,000 تذکره به تایمرایل شده، یعنی پروسس شده، از مرکز کارش تمام شده که از این تعداد 52,000 تذکره 51,000ش برای فعلا در دسترسی مراجعین قرار گرفته، توزیع شده، از بخش توزیع ما خلاص شده و از همین مدرک مقدار توزیع تایمرایل که شده در مرکز قصبه مبلغ 16 میلیون افغانی برای اداره تسلیم کردیم. در مرکز قصبه خدمات بعد از توزیع فعال است ولی یک چند بخش محدودش که از جمله خدمات ثبت تولد است، ثبت ازدواج است، ثبت تذکره‌های مصنع که این تذکره مفقود شدگی و حرق شدگی و ثبت قضایایی که اشخاصی که تذکره میگیرن تذکره الکترونیکی سن 7 سالگی تکمیل میکنن یا سن 18 سالگی را که تذکرهشان تجدید میشه و دوباره به چاپ راه میشه. این بخش‌ها در مرکز توزیع تذکره الکترونیکی فعال است.